اکنون مسئله دیگری که در اینجا شیخ ذکر می نماید مبتلاته، مسئله هفتم، المسئله السابعه مبتلاته، مسئله هفتم در بیان باطل کننده های نماز. چی چیزها نماز را باطل می کند است؟ می فرماید که یبطل الصلاة امور نجملها فیما یأتی، چیزهایی هستند که با صادر شدن آنها نماز باطل می شود و آنها را می فرماید که مختصر چنین بیان میکنیم. اولا یبطل الصلاة ما یبطل الطهارة، باطل می سازد نماز را آن چیزی که باطل می سازد طهارت را. طهارت انسان اگر که شکست نماز انسان باطل می شود، زیرا طهارت شرط صحت نماز است. پس هرگاه طهارت باطل شد نماز انسان باطل میگردد. برخی از مردم هستند که در داخل نماز طهارتش میشکند با سلام دادن برایت میرود. این نادرست است. بلکه برآمده میرود که سلامش کارش میکنه، البته نماز باطل است، برش سلام دیگر. این نقطه را خواستم بیان نمایم. دوم الضحك بصوت، خندیدن با صدا، قهقهه. این عمل با اتفاق علما نماز را باطل میکند، زیرا آن مانند سخن گفتن بر باطل است، بلکه بدتر از آن است. میفرمایند در این عمل به احترامی و بازی با نماز وجود دارد که مخالف هدف نماز است. هدف اساسی آن آرامش. اما تبسم کردن، خنده به صدا نماز را باطل نمی کند، چنان که ابن منذر و دیگران این را روایت کردند. سوم الکلام عمدا لغیر مصلحت الصلاة، سخن گفتن با قصدن و به ضرورت داشتن بر نماز. از زید ابن ارقم رضی الله عنه روایت است که فرمودند کنا نتکلم فی الصلاة، ما در نماز با همدیگر سخن می‌ورزیدیم، سخن می‌گفتیم. یتکلم رجل من صاحبه، که شخص از ما با صاحبش با همصفش سخن میگفت و هو الی جنبه فی الصلاة، در یک پهلو در نماز با همراه اوست. حتی نزلت، حتی اینکه نازل شد این قول الله سبحانه و تعالی و قوموا لله قانتین، از برای الله با خضوع با فروتنی بیایستید در نماز گفتند. الله سوره بقره آیه 238 و فرمود که بر ما امر شد که خاموش بیایستیم و خاموشی را در داخل نماز رعایت نمودیم و از سخن گفتن در نماز منع کردند. اما اگر کسی از روی فراموشی یا ندانستن حرف زند نمازش باطل نمی شود. چهارم المرور المرأة بالغه او حمار او کلب الاسود بین یدی مصلی. چهارم چیزهای باطل کننده نماز گذشتن زن بالغ یا خری خانگی یا سگ سیاه از پیش نمازگزار. اگر این سه چیز گذشت با پیش سجدگاه انسان نماز انسان باطل می شود. دلیل آن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند هرگاه که از شما با نماز ایستد باید چیزی را پیش خود بگذارد، ستره با پیش خود بگذارد، مثل آخل رحل، زینش تو رو میگن که از اسب را یک بلندی داشته باشد. اگر چنین چیزی نباشد پس نماز را باطل می‌سازد. خری خانگی، زن بالغ یا که سگ سیاه. روایت مسلم رقم حدیثی 510. بارک الله فیکم. پس انا همین ستره انسان تقریبا یک زیرا، یعنی 45-50 سانتی متر را تقریبا در بر میگیرد. این مسافه حد اقلیت است که بین خود، بین جای سجدگاه خود و نمازگزار و راهگذر گذاشته شود. یک وجب از پیش سجدگاه خود در پیش وی را میگذاری. پنجم کشف العوره عمدن، آشکار کردن عورت، اعضای شرعی که پوشاندن آن برای انسان واجب است با قصد آن را ترک نماید، زیرا پوشاندن عورت که در اول ذکر کردم یکی از شرط های درست نماز است. بدون عورت نماز انسان باطل می شود. پس پوشاندن عورت، اما کشودن عورت بدون قصد یک با قصد نماز انسان باطل میکند، اما بدون قصد نماز انسان باطل نمی شود. استدبار قبله میفرماید، روی گرداندن از قبله، گرداندن پشت به سوی قبله، این هم یکی از باطل کننده های نماز است که این به سوی قبله نماز خوندن شرط های نماز بود که ذکر کردیم. اتصال نجاسه بالمصلی مع العلم بها، اگر در وقت نماز خواندن شخص نمازگزار در بدنش اگر نجاست باشد و از آن با خبر باشد نماز انسان باطل می شود، مگر اینکه اگر عذر داشته باشد، لباس دیگر ندارد. ترک رکن من ارکان میگه او شرط شرطی عمدن، ترک رکن از ارکان نماز که شرط از شرط های نماز بدون عذر این سبب باطل شدن نماز بنده میگردد. و همچنین انجام عملهای زیاد و بیهوده و بیگانه در داخل نماز به ضرورت سبب باطل شدن نماز بنده میگردد، مثل خوردن، نوشیدن، قصدن نماز را باطل میسازد. و همچنین تکیه کردن به چیزی که
انسان تکیه می نماید به عذر، به ضرورت، زیرا قیام این رکن است. ایستادن شرطی درستی نماز به حساب می رود و بدون سبب انسان با چیز تکیه بدهد سبب باطل شدن نماز بنده می گردد. بارک الله فیکم. این بود باطل کننده های نماز. باطل میکنه نماز رو آنچه که از پیش پس میبراید، آنچه که طهارت رو باطل می نماید نماز رو باطل می نماید. خندیدن قهقهه، سخن گفتن قصدن و بدون مصلحت نماز، گذاشتن زن بالغ خر یا سگ سیاه و پیش نمازگزار، کشف عورت، غیر قبله نماز خواندن، در بدن انسان نجاست باشد و نماز بگذارد با علم، یعنی ترک رکن از رکنهای نماز یا شرط از شرطهای نماز، قصدن بدون عذر، عمل کردن، بسیار حرکت کردن در داخل نماز بدون ضرورت، تکیه کردن بدون ضرورت، یا که قصدن زیادی کردن رکن از رکنها، رکوع سجده هر چی باشد، قصدن بعضی از رکنها رو از بعضی دیگر زیادی کردن یا که پیش گذرانیدن، قصدن سلام دادن، نماز بیتون رساست انسان سلام میدهد، یا که قصدن سوره فاتحه رو تغییر دادن در داخل نماز، یا که معنی سوره فاتحه تغییر بیابد، یا که در داخل نماز متردد شدن، شک کردن، نماز بخونم نماز نخونم اول وقت باشد. این حالات حالاتی هستند که نماز انسان را باطل میسازد. نماز انسان را باطل میسازد. بارک الله فیکم. این بود باطل کننده های نماز.